سلام، من میخوام امروز یه کاری برای بار اول انجام بدم. امیدوارم که خوب در بیاد. چی کار؟ این کار چاپ روی دورس و تیشرت و این برای سفیدشه چون نوشتش مشکیه، اینم سفیده روی مشکی دیگه. حالا میخوام این روی تیشرت مشکی انجام بدم، اینم روی دورس سفید الان میخوام انجام بدم. اول اینو انجام میدم چون که دورس بیشتر نیاز دارم. امیدوارم که خوب در بیاد. بریم با هم انجام بدیم. دورس رو میریم باز میکنیم. دورس از محصولات خودمونه. دورس هم یکم پرز داره، برام پرزگیر بیارم، پرزاشو بگیرم. خب پرزاشو میگیرم اول اونجایی که میخوام بزنم، چون کارگاه اومده خیلی پرز بهش چسبیده. یه اتو که صاف باشه. حالا نوبت تر اینجا رو اتو بزن. وای خیلی خوشگله. تناسب این ور به این ور 12 یا 14 یک کمی فکر کنم خوبه. به نظرتون جاش چطوره؟ اینجا باشه خوبه فکر کنم. کاش برم سایز میدیوم بردارم. نظرتون چیه؟ خب من اومدم میدیوم برداشتم چون که حس کردم لارج بهم بزرگه. فقط میخواستم که کامل ساده باشه. حالا این لوگومو خورده، اشکال نداره، فهم نخ و سوزن داره، خیلی هم خوشگل میشه. خب من میدیومشو پوشیدم چون که لارجش خیلی بهم بزرگ بود. تر هم اینجاش میخوام بزنم. حالا بریم که اتو کنیم. باید پرزگیری رو انجام بدیم. اینو بردارم، حدودی معلومه دیگه جاش. برگه سفید بذاریم. من همین برگه رو داشتم تو خونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من ترسم این جوهر این ورقه پس بده. یه کاغذ الگویی یه چیزی که بذارم. نه فعلا که نداده. $2,000 years later.